عزت نفس چیه و عزت نفس با ما چه کار میکنه؟ عزت نفس برای ما چرا باید مهم باشه و تفاوتش با اعتماد به نفس چیه؟ خیلی موقع ها ما رو چجوری میشه ترمیم کرد؟ عزت نفس رو فقط باید برگردید به دوران کودکی خود. از زمانی به یاد بیاریم که تاتی کرد، یعنی کوچکترین یک کاری رو انجام بدی، تمایل داری به انجام یک کاری، خب میدونی که فلان چیز رو میخوام یا نمیخوام. این دقیقاً اون صداقت با خوده. هر جایی که شما صداقت مسئولیت میکنیم، احساس میکنیم که ما مقصر بودیم، این تقصیره رو ناخودآگاه شما چرا گردن شما میذاره، اینو باید بررسی کنی. با درون خودت باید بری ببینی که این از کجا میاد، چه چیزی داری